مرگ پدر خیلی مصیبت میان شکنی هست. وقتی پدرش آوردن، این زن به سوی پدرش نگاه نکرد. از اهلش 3 نفر شهید شد، 3 نفر کشته شد. در جستجو و سراغ کی هستی؟ میگه این زن گو که جنازه جناب پیغمبر در کجا هست؟ از قفای وی جنازه برادرش آوردن، مرده برادرش آوردن. هستی؟ آیا به اندازه یک زن این پیغمبر دوست میداری یا نمیداری؟ یکی از زنها در یک غزوه از اهلش 3 نفر شهید شد، 3 نفر کشته شد. وقتی که اون یعنی میت ها را، مرده ها را به سوی مدینه بعد از غزوه می آوردن، تمام مردم پیشواز برآمدن. هر کسی برای پیشوازی جنازه شوهرش، برادرش، دیگر رفیق و نزدیکش پیشواز برآمدند. این زنم پیشواز همراهی مردم برآمد. مردم دیدن که یعنی که تابوت پدرش آورده است، مرده پدرش آورده سادن. شخصیت های در کنارش بودن، از دست های این زن گرفتن، از دستهاش داشتن. تن خیلی مصیبت و داغی سخته به بالاش. مرگ پدر خیلی مصیبت میان شکنی هست. وقتی پدرش آوردن، این زن به سوی پدرش نگاه نکرد. سبحان الله. گفتن ای زن، این پدرت هست، این یعنی تابوت و مرده پدرت هست. زن گفت شناختم، پدرم هست. بره به سوی خانه، داخل مدینه دراره. از قفای وی جنازه شوهرش آوردن. گفتن شوهرت هست، رفیق حیاتت، یعنی شخصیتی که سرپوشت بود، نگهبانت بود، پدری فرزندات. گفت شناختم، به سوی خانه ببره. از قفای وی جنازه برادرش آوردن، مرده برادرش آوردن. تن برادرت هست. گفت شناختم، بره به سوی خانه ببره، سوی مدینه داخل کنه. و مثل یک شخصیتی که چیزی میکنه و هر سو در جستجو و در سراغ بود. شخصیت هایی که در کنارش بودن گفتن ای زن، از شما فقط همین 3 نفر در غزوه بود، پدر، برادر، شوهر، هر 3 مردش آوردن، نگاه نکردی؟ در جستجو و سراغ کی هستی؟ میگه این زن گو که جنازه جناب پیغمبر در کجا هست؟ جناب پیغمبر در کجا هست مردش؟ گفتن جناب پیغمبر نکشتن. گفتن جناب پیغمبر زنده هست. البته منافقا یک فتنه انداختن در مدینه منوره که پیغمبر بزرگوار گویا در غزوه کشتن، شهید کردن. این زن گفت من شما را باور نمیکنم، تا دیدار جناب پیغمبر را نبینم من شما را باور نمیکنم. اگه زن بردن، جناب پیغمبر در گوشه ایستاده بود. زن در نزد پیغمبر بزرگوار 2 زانو زد، از لبی دامن مبارک بوسه کرد. گوی یا رسول الله، قسم به عظمت و جلال الله، بعد از مصیبت شما هر مصیبت باشه برای من آسان است. پدرم وفات کرد، برادرم شهید شد، شوهرم شهید شد. من این مصیبت ها را طاقت میکنم، اما طاقت مصیبت شما را ندارم. یا رسول الله، هر مصیبت باشه برای من طاقت آور است، اما طاقت مصیبت شما را ندارم. برادری عزیز و بزرگواری من، شخصیتی که امروز دعوا داری که امتی محمد رسول الله هستی، آیا به اندازه یک زن این پیغمبر دوست میداری یا نمیداری؟ آیا به اندازه یک زنی که از بحری همه نزدیک ها گذشت، اما وقتی که دیدار جناب پیغمبر دید دلش آرام گرفت، گو هر مصیبتی باشه برای من طاقت آور است.